السلام یک دو سوالی دارم و میخواهم که این سوالها رو شما در نماز روز جمعه تحلیل کنید. مردی که بیراهگردی زنش را میداند، یعنی با مرد بیگانه ملاقات دارد و این مرد یگان چاره نمیبیند، زندگی همین را از روی شریعت درست است؟ البته درست نیست. زنی که به اجازت شوهر از خانه بیرون می شود در ملامت خدا و ملائکه خدا می ماند. وقتی اگرچه خانه پدرش می رود، اگرچه خانه یگان نزدیکترین آدمش می رود، وقتی اجازت شوهر نباشد، وقتی که اگر اون زن باز به مردهای بیگانه دست درازی کند و باز به این شوهر زندگی کند، این زندگی حرام است و این مرد دیوس است. الدیوس لا يدخل الجنة ولو كان معه صلاة و صوم. پیغمبر میگه دیوس داخل جنت نمی شود اگر چند که نماز روزه بسیار هم که داشته باشد. البته مردی که اگر پیش راه زن خچه گرفته نتاند، وقتی مردی که اگر حکمی او در زنش نگذرد، مردی که اگر باز میداند که زن او این چنین فاحشه است با او زندگی میکند، این دیوس است. زنی که با چنین کارهای ناشایان دست زده و بعد به چیزهایی که برای هر یک انسان مقدسند قسم میخورد، مثل قرآن، خدا، سیوم به فرزندهای خود، عاقبت این زن عاقبت هم ندارد. وقتی زنی که خود بدکردار باشد و بعدا باز قسم به این چیزهای مقدس بخورد، برای ما و شما این قرآن مقدس است، برای زن فاحشه قرآن و خدا و مسجد هیچ قدری ندارد. برای همین این عاقبت هم ندارن. عاقبت اینا برای خود اینا معلوم است خودش. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. خانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. املای محترم، همین مکتوب ها رو. السلام علیکم داملای عزیز. آیت یخرج من بین صلب و ترائب را ترجمه میکردید مخلصان شما. در سوره طارق آیتی هست یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی خداوند چی میگوید؟ خلقت انسان میگد. انسان میگد خارج، انسان پیدایشش از آبی که از پشت آدم و از بین دو سینه مادر جدا می شود، از همین پیدایش آدم از همین ها صورت می گیرد. یعنی مقصد از صلب و ترائب، مادامی که مفسران می گویند مقصد این نیست که در همین پشت انسان یکان خلطچه باشد که همان آب در داخل هم خلطچه باشد و وقتی شهوت مرد کشاده شد همان آب راست از پشت هوی خورده رفته در رحم مادر داخل شود. این چنین نیست میگه، بلکه مادام خدا صلب گفت یعنی پشت گفت یا ترائب گفت، بین قفس زن، سینه قفس زن وقتی خدا ذکر کرد، مقصد کل بدن در نظر دارد. یعنی آبی که از مرد و زن یک جا می شوند اینها از تمام بدن هستند. این مقصد این است. برای همین مفصلتر اگر برای کسی لازم باشد باز آمده مراجعت کنین، انشاءالله جواب میگیم. السلام علیکم داملای محترم. بعضی شخصان میگویند که گناه میکنن، بعد میگویند که این گناه را خدا در تقدیر ما نوشته است. بگوید که گناه از کدام جانب است؟ سوال دوم، نوشیدن کواس ممکن است یا نه؟
سوال سیوم، چیزهایی که مست کننده هست حرام است. شیر اسب هم مست میکند، آیا حرام است؟ چهارم، گوشت جیره حرام است، در کسلی خوردن ممکن است یا نه؟ 4 سوال دارن، ممکن به همین انجام میتیم. یکم، گوشت جیره حرام است، خوردن او حرام است. علی خصوص مادرهایی که گپی مرا میشنوند با دقت گوش کنین. رسول اکرم میگوید ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند شفای هیچ کدام شما را در مال حرام جدا کردگی نیست. از حرام شما شفا نمیابین. پیغمبر شما بر شما خبر داده. هیچ چیزی که حرام است، خواه خرس است، خواه جیره است، خواه صغر است، خواه سنبقه است، یعنی اینها امروز در ما و شما دوایی شدگی هستند، اینها همش حرام هستند. خداوند بر اینها برای شما شفا گفتگی نیست میگه. از این خاطر سگ هم حتی استفاده میکنند، مگر فقهای ما و شما، علمای ما و شما گفتند اگر تمام حلال کرده خدا را استفاده کن، همه داروهایی که از امروز خدا را شکر طب ما و شما پیش رفته است، تمام دارو، تمام طبیبای خوبی هست که تمام کسلی قریب دوا دارند. شرط نیست که همین در حال تو خنکیت زده یا روغن خرس یا که مثال روغن صغر بخوری، نه، بلکه تو این حلال کرده های خدا را استفاده کن. از حلال کرده های خدا که استفاده کردی شفا ندیدی، بعدا یگان شخص طبیب حاذق باشد یقین بداند که همین گوشت جیره در همین کسلیت فایده دارد، اما اون صورت برای تو جایز می شود. بعد حلال کرده های خدا را همش استفاده کردن، یک باره به حرام کرده خدا دست نزن که البته گناهگار می شوی. چیزایی که مست کننده هستند مثل میگه شیر اسب مست نمیکنند. اگر مست هم که کند این حرام نیست. نوشیدن کواس حلال است. کواس این درجه ندارد. کواس این مست کننده هم نیست. انا پیوه که درجه دارد حرام است. مثال آدمی که اگر پیوه را می نوشد، اگر مثال بگیم نیم سطلش هم که اگر مست کند یک قطرش هم حرام است. لیکن کواس مست کننده نیست. و این سوال بالاگی کردن، من مختصرا جواب میگم. سوالی که کردن که بعضی انسان ها گناه میکنن و باز میگویند که خداوند در تقدیر من کشیده است. یعنی گناه از جانب کی است؟ آیا از خدا است یا از جانب من است؟ این باب تقدیر است. تقدیر بسیار یک مسئله مهمی هست که شاید که عقل ما و شما بر این نگیرد. حتی وقتی که حضرت عمر میگه با ملک شام رفت، در شام کسلی آب پرتایک بود. حضرت عمر داخل ملک شام نشد. مردم گفتن ای عمر، تو گفتن اگر داخل شو در ملک شام، اگر در تقدیرت باشد کسل بر تو میگذرد، در تقدیرت نباشد نمیگذرد. موضوع ما و شما درباره مرگ بود و شدت مرگ بود. این موضوع خیلی موضوع دراز مدت هم هست، زیرا که تمام کتابها در باب مرگ و شدت مرگ البته سخنها می رود. این جمعه هم که باشد انشاءالله این موضوع را بر شما خاتمه می بخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. صدق الله العظیم. خدا بر ما و شما میگوید ای بندگان، شما از خاک آفریده شدید. یعنی پدر شما حضرت آدم خداوند از خاک خلق کرد. و فیها نعیدکم، شما را مادامی که من از خاک پیدا کردم میگد خدا، و فیها نعیدکم، باز شما
البته به خاک مبدل میشین. خاک بودین، باز به خاک مبدل میشین. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. باز از همین خاک روز قیامت وقتی که امر به زنده شدن شما می شود، شما باز از همین خاک سر می بردارین. شما خاک از خاک پیدا شدین، به خاک رجوع میکنین، باز از همین خاک روز قیامت شما سر می بردارین. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمانی، سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی میگد، اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی، اگر قند و عسل نوشی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدم عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی، به تخت خیش سلطانی، تو اندک روز مهمانی به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ایزی خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در منیان هوشیار باش. البته دنیا جای ابدیت نیست، دنیا جای نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود، رسول اکرم میگه دائم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم بین این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودن. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسیم.
باز خدا رحمت کند عمر. سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگد وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست. میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگه وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی. میگه از داخل آواز داد لبی و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتم بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فریاد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر را تصدیق میکنی؟ لبی میگوی به نزدش میای، گپی خدا اختا قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیره که از پس من نماز میخوان کجاست؟ گفتن اینها یک پسر داشتند، اون پسر وفات کرد. این موی سفید کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز هوچ کرده به خانه خودش میبرد. رسول اکرم میگه به سوی صحابه گفت آگاه باشین، اگر دنیا ابدی میشد، اگر دنیا یک آدم برای خود قرار میداد و پرورش میکرد و ابدی زنده نگاهش میداد، هر آینه همین جوان خدا نمیکشت، زیرا که بی‌نهایت خدمت شایسته در حق پدر مادر کرده است. لکن دنیا ابدی نیست. این رسول اکرم برای او گفتند. ابن مسعود در حدیث ها میگوید که از نام پیغمبر خدا روایت میکند ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه ثم یکون مضغه. پیغمبر خدا گفته است به درستی این که فرزند آدم در شکم مادرش 40 روز همان آبی که در رحم مادر غلطیدگی هست، در بچه‌دان زن افتیدگی هست، همون آب 40 روز قرار می ایستد، هیچ تغییرات در او آب پیدا نمی شود. ثم یکون علقه، بعد 40 روز این آب رسول اکرم گفت به خون تبدیل می شود. 40 روز دیگر خون می ماند. ثم یکون مضغه، بعد 40 روز پس دیگر این به گوشپاره تبدیل یافتگی، بعد آهسته آهسته از هر موضع او اعضاهای انسان تشکیل شدن میگیرد. ببین در دوام 120 روز 40 روز آب است، 40 روز خون است، 40 روز دیگر گوشت است. 4 ماه، در دوام 4 ماه این الکی به شکل انسانی از 4 ماهگی تبدیل می یابد تا 120 روزه. اگر فتوای امروزه میگد اگر زن بخواهد که ابورت کند، یعنی فرزند سقط میگیم، اگر نابود کند جایز است، لیکن بعد 4 ماهگی دیگر جایز نمی شود، حکم قتل در بین پیدا می شود، همچنانه که فرزند خودش قتل کرده است. اینا فتوا میگد. خب ثم یرسل علیه الملک فینفخ فیه الروح. پیغمبر گفت بعد 120 روز در همین جنین، در همین فرزندی که در شکم بی مادر است، خداوند یک ملائکه روان میکند که در او جان بدن. جان در وجود او فرزند داخل می شود و یکتب به اربع کلمات. به همین طفلی که در شکم مادر است 4 کلمه نویسانده می شود.
خداوند امرش میکنه اولا جان در وجودی او داخل کن، بعد 4 کلمه را در تقدیر او کتابت کن. این 4 کلمه چیست؟ اجله، عمله، رزقه، سعید او شقی. بنویس که چند سال عمر میبیند، بنویس کدام عملها را در دنیا انجام میتد و باز کتابت کن چی مقدار رزق روزی دارد و 4م کتابت کن که اینه که از شکم مادر بیرون میشود بدبخت است یا نیکبخت. این شم کتابت کن. این یک حجت از نام خدا میگیرد، او را آمده در تقدیر همو انسان چکار میکند؟ می نویسد. خب این مطلب من از این حدیث چیست؟ وقتی که انسان دم آخرش می شود، بین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم تا معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل به ارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمتا. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود، من هم تا سوال سلام می دهد، من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفسی تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفسی تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزقی تو تمام شد، نفسی تو تمام شد. داخل می شود دیگرش، من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم، امروز بالای زمین دور زدم، برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود، می گوید من وابسته بر قدم های تو بودم، که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم، لیکن در هیچ جا دیگر تو قدم زدن نمی توانی، قدم تو هم کنده شد. 5مش می گوید من وابسته بر اجلی تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هرچی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیاتی تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من، حیات من تمام شد. این ملائکه‌ای که از اول آمدن چی ها کردن؟ ملائکه که آخر آمد چی را البته انجام داد. عبدالله ابن عمر ابن العاص میگوید کان ابی کثیرا ما یقول اینی لا اعجب من الرجل. همین عبدالله ابن عمر ابن العاص، این اون عمر نیست، میگوید من پدر داشتم، پدرم عاص نام داشت. میگفت که من تعجب میکنم، پدرش به همین عبدالله میگفته است، من الرجل الذي ينزل به الموت و معه عقل و لسان لا يصفه. میگه از پدر میشنیدم که برای چی که همین آدمهایی را که مرگ بالاشان میآید، در زمانی که زبانشان کار کردیسته، در زمانی که عقلش با همراهی خودش هست، چرا که وصف نمیکنن که مرگ چگونه سخت است؟ چرا وصف نمیکنن؟ عبدالله میگه وقتی که همین پدر ما اجلش آمد،
بالای سرش آمدم گفتم پدر تو دایی میگفتی که من در مردم تعجب ده هستم که زبانهاشون کار میکرد، عقلهاشون با خودشون بود، چرا که شدت مرگ بر ما بیان نمیکنن؟ امروز بالای تو همین شدت مرگ آمده است، چرا صفت نمیکنی؟ میگه پدرم به جانب من گفت الموت اعظم من الوصف. عبدالله گفت در حقیقت من میگفتم که چرا مردم وصف نمیکند، لیکن این شدت مرگ، بزرگی مرگ از وصف کردنم بالا بوده است، ایرا وصف کردن نمیشید است. ولکن سأوصف منه شیئا، لیکن عبدالله من بر تو کمی از این را بر تو بیان میکنم که شدت مرگ چگونه من حس میکنم. حضرت چی گفتن؟ گفتن علی کتف جبل الرزوه. الحال گفت عبدالله من حس میکنم که من نمیدانم که بالای همین کتف من همون کوی رضوان هست یا نه، لکن حس کرده ایستادم که همون کتف من ده یک کوی کلانی که در پهلوی خانه داریم بالای کتف من است. من کتف ما جمانده نمیتونم. من همتا تصور کردیستم. و دویم چیزی که حس میکنم الروح تخرج من ثقب الابره. همون پلوش سوزن میگه ما و شما، آیا همون سوراخی سوزن گفت دیده عبدالله؟ حس میکنم که نفس من فقط به همون سوراخی برآمده است. چنان یک مشکلاتی بالای من آمده است که همین شدت مرگ همتا حس کردم. بالای کتفم یک کوه هست و نفس من به مثل همون سوراخی سوزن میبراید. و فی جوفی، در شکمم باشد، شوکتون اوسج، در داخل همین روده های من حس میکنم که بوته خار مرغلان داخل است که هر یک رگ مرا او میخلاند. همچنان گو حس میکنم. و دیگر وصفی که بر تو کنم گو عبدالله این است که من در همین زمینی که خوابم الحال زمین آسمان در بالای من نزدیک آمده است. فکر میکنم که بین این الحال من جقیده میشم. آیا همتا هست؟ عبدالله که میفهمید اینها یعنی علاقه در بگیم یک خیالات این بنده، علاقه در روح این بنده گذشته سی، خدا همتا شدت مرگ به بنده همتا ایشان میتد، اگرچه چشم انسان او را نمیبیند. اینا البته شدت مرگ هستند، شدت موت هستند. مرگ البته آمدنی هست، در آمدن مرگ هیچ شک و شبهه‌ای نیست. شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سر بنده مؤمن می آید. مرگ پیشکی حجت ندارد، پیشکی یگان دستخط ندارد، یگان مکتوب روان نمیکند، بلکه ناگهان به بالای بنده چکار میکند؟ هجوم میکند. در هر حالت ما و شما البته تیار باشیم. چگونه ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس، من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبری خدا؟ و کی است از همه دیده مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتند من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را، و اشدوهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند، عبادت، کارهای نیک جمع میکند تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس میخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنن برای شستن،
همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود. لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال: بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگد به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال، من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم، فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند کودکان کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مینت ها میکردم. لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا بالا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدنی خود بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است، میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راه باریک است. خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند. سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت: آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، ای را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. بعد این جان دادن من میدانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه اعمال است. آیا اینهاش چگونه بر بالای من میامه باشد؟ اینش من نمیدانم. حضرت در آخر ما و شما را همان مرده نصیحت میکند. زنده ها که نصیحت دارند، مرده بر ما و شما چی میگوید؟ گوش باید بشنود این را. برای این سخنهایی که میگیم، برای این گوش انسانی در کار، گوش عاقلی در کار، گوش آدمی در کار که این گپ در اصل قبول کند. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی مرده را در لحد جا میکنی. لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری، خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مردشوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. حضرت میگه مرده را کی دیدین؟ به خود بیاین. همون خود مرگ است. اون حالی که او برادر گرفتار است، او را مرگ هم تکرده است. من بر شما نمیگم که تمنای مرگ کنید، زیرا ابو هریره روایت میکند حدیث پیغمبر خدا را، رسول الله گفته است: لا یتمنى احدکم الموت
امتان من شما مرگ آرزو نکنین. نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. ایرا نگین که شما گناهکار میشین. نگین که خدایا مرا تیزتر از دنیا ببر. برای چی؟ برای این است که رسول الله میگد که لعلکم یزداد، اما محسنا لعلکم یزداد. اگر تو آدمی نیکوکار باشی شاید نیکیت زیاد شود. و این کان مسیئا، اگر تو گناهکار باشی لعلکم یستعتب، شاید که تو توبه کنی و به سوی خدا باز بگردی. از این خاطر گفت شما مرگ هیچگاه افسوسش نخورین، هیچگاه تمنا نکنین، لکن استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از مرگ آمدن شما حتمی برای مرگ برای خودتان آماده داشته باشین. باید که تیار باشین. شما فکر نکنین الحمدلله که امروز نوابسته من بدانم که آدمی در زینه پست از دنیا میگذرد و مالدار و دولتدار و منصبدار نمیگذرد، این برای ما و شما یک افسوس است. لیکن همه میگذرد. در دنیا هیچ کس ابدی نمیماند. همه مورد سوال در نزد خدا با قرار میگیرد. این است یک مختصراً درباره مرگ و آن شدت هایی که البته دارد. باز بر شما میگم که خیلی موضوع مرگ خیلی موضوع درازی هست. برای مرگ بیان کردن شاید برای ما و شما با 2-3 جمعه دیگر لازم باشد که باز ایرا مفصلتر و مکملتر برای شما بیان کنیم.